خواستی که نه من نمیخوایم تریدر شوم و ترید یک چیز سخت است، من نمیتونم ریسک بکنم، من پول اولیه ندارم، بریم به بخش دومش. حالا اگر تو نمیخوای که داخل تریدینگ بی، میتونی که ویدیو ادیت بکنی. ادیتایی که یک اکثر میمونی یک نفری میاد موشن داخلش میگذاری کارای میکنی و این ادیتور است. شما میتونین که از این قسم هم کسب درآمد داشته باشین. حالا شاید بگویی که من نمیتونم پیدا بکنم کجا باز کار بکنم اگر آموزش ببینم. اولا اگر بخوای یاد بگیری ادیت ویدیو چگونه میشه، داخل یوتیوب نوشته میکنی ادیت ویدیو، هزارها نفر به تو آموزش دادن. چقدر زمان میبره که یاد بگیری؟ بین 2 ماه تا 1 سال زمان میبره که تو آموزش ببینی و یاد بگیری که چه قسم میتونی بهترین ادیتور باشی. پس 1 سال باید زحمت بکشی تا اینکه شوی یک ادیتور. میانگین مارج چند است؟ از $500 شروع میشه تا به $5000 تا به $10000 نظر به کاری که میکنی و نظر به پروژه‌ای که بر تو داده میشه. ادیتور هم یک کاری است که تو از سر صبح باید داخل کامپیوتر باشی، کار بکنی، مغزت باید داخل کامپیوتر اصلا بکفانی بخی، به خاطر که کریتیو باشی، نوآوری داشته باشی، کارهای خارق‌العاده انجام بدی، وگرنه کارهای خود از دست میدی. ادیتینگ هم کار سخت است، بین 500 میتونی تا $5000 آمریکایی عاید داشته باشی در صورتی که بتونی بسیار خوب ادیت بکنی و یک شخص موفق داخل ادیتینگ باشی. حالا شاید بگی که در کجا میتونم پیدا بکنم؟ من 2 سایت برای شما معرفی میکنم، یکی به نام اپ ورک میگه و یکی به نام فیور میگه. اولا اپ ورک شما میتونین که پیدا بکنین یکی کارمند به خود استخدام بکنین یا یکی برین به یک شخص دیگه کارمند شین و از او حقوق ماهانه یا ساعتوار بگیرین. حالا مثلا براوز جاب میکنم، میرم وارد میشم، ببینید من در بخش دیزاین و کریتیو هستم، در بخش آیتی میخوایم کار بکنم، در بخش ادمین و کاستمر سپورت، ادمین مثلا ادمین یک پیج وبسایت یک چیزی میباشین، در بخش سیلز و مارکتینگ میخوایم باشم، در بخش ترجمه و نوشتاری یا نویسندگی میخوایم باشم. یعنی تایپ اف ورک و هر کار دیگه که میخوایم باشم برای شما مکمل نشون میده که چی کارا رو میتونین انجام بدین و چقدر پول برای شما میده. حالا ما مثلا میام در بخش سیلز مارکتینگ یا هم در بخش آیتی میام دیولپمنت میام، کسایی که آیتی یا جاوا رو دارن یا پایتون یاد دارن میتونن که اینجا کار بکنن. اگر یادم نداری برو یاد بگیر، داخل یوتیوب همش به شکل رایگان ماندگی است، میتونی یاد بگیری بعدش هم بیای اینجا کار بکنی. اگر شما مثلا ببین بخش سی اس اس بفهمید و شما فیکس پرایسشون $80 است، مثلا من اینجا سیمو رو میزنین، ریموت جاب است، شما میتونین در جای دنیا کار بگیرین. داخل جاوا اسکریپت بین مثلا اینجا سیمو رو میزنم، اپ دیولپمنت است، شما اپلیکیشن یا رو ساختنش یاد دارین، مثلا اینجا میتونین کار بکنین. ریموت جاب است، شما میتونین از خانه‌تون یعنی در افغانستان هم میتونین کار بکنین، مشکل وجود نداره. فیکس پرایسش است، یعنی $7500 برای شما پول میده و نفرم داخل امریکا است و شاید برای شما یک پروژه بده که پروژه میتونه بین 1 ماه تا 3 ماه خلاص شه، یعنی 3 ماه شما در افغانستان کار بکنین، میتونین که $7500 آمریکایی کار بکنین. و شما چی باید داشت؟ جاوا اسکریپت یاد داشته باشین، iOS بخش آیفون، مپ اینتگریشن یاد داشته باشین، اندروید اسمارت فون یاد داشته باشین که چگونه بتونین